paragraph to me, Iran will in no way, shape or form have a nuclear weapon or purchase a nuclear weapon. این یک توافق نیست، بلکه گروگانگیری است. آیت الله های دزد سرگردنه در ایران با این اقدام در واقع به کسانی که پول را برای بازسازی آلمان پس از جنگ جهانی دوم اختصاص داده بودند خیانت می کنند. این شبیه به ریختن پول مارشال پلن در حلق هیتلر است یا دادن جایزه به هیتلر پس از حمله به لهستان. سناتور لینزی گراهام گفت: رهبران جمهوری اسلامی نازی‌های مذهبی افراطی هستند. لینزی گراهام، سناتور جمهوریخواه آمریکا، در شبکه ایکس نوشت: بسیار خوشحال است که دونالد ترامپ گزارش‌های رسانه‌های ایرانی درباره توافق ادعایی را جعلی خوانده، زیرا توافقی که جمهوری اسلامی توصیف کرده افتضاح خواهد بود. سناتور گراهام افزود: ترامپ و ارتش آمریکا شایسته تقدیر هستند، زیرا با ترکیبی از حملات نظامی مؤثر و محاصره شدید، جمهوری اسلامی را به ضعیف‌ترین وضعیت خود در 47 سال گذشته رساندند. سناتور گراهام نوشت: نباید فراموش کرد که جمهوری اسلامی 42,000 نفر از شهروندان خود را تنها به دلیل خواست زندگی بهتر کشته و رهبران آن نازی‌های مذهبی افراطی هستند. سناتور گراهام ادامه داد: در مورد هر گونه توافق احتمالی باید آن را با برجام مقایسه کرد و امیدوارم که بسیار متفاوت باشد. او افزود: ایده ایجاد صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری برای ایران با توجه به حاکمان کنونی این کشور نادرست و شبیه طرح مارشال برای آلمان، در حالی که نازی‌ها همچنان در قدرت باشند است. از نشریات رژیم ایران هم تصنیم و فارس متن توافق پیشنهادی حکومت را منتشر کردند. با خواندن دقیق بندهای آن کاملا مشخص می شود که نویسندگان این متن که از اراذل و اوباش حکومت هستند هیچ دغدغه‌ای برای وضعیت مردم، صلح و آرامش ندارند. دغدغه اصلی آنها تنها دو چیز است. اول، قولهایی که دادند. دوم، حفظ قدرت و منافع خودشان. آنها به دنبال منافعی هستند که از طریق این توافق به دست می‌آورند، نه رفاه و آسایش مردم. این توافق در واقع یک بازی قدرت است که در آن مردم ایران قربانی می‌شوند. آنها می‌خواهند با این توافق مشروعیت بین‌المللی کسب کنند و تحریم‌ها را دور بزنند، اما این کار را به قیمت جان و مال مردم انجام می‌دهند. آنها حاضرند برای رسیدن به اهداف خود هر کاری انجام دهند، حتی اگر به ضرر مردم باشد. این توافق یک فاجعه است. این توافق نشان دهنده عمق فساد و خودکامگی در حکومت ایران است. این توافق مردم ایران را در مقابل جامعه جهانی قرار می‌دهد و آینده آنها را به خطر می‌اندازد. در این توافق هیچ اشاره‌ای به حقوق بشر، دموکراسی یا آزادی بیان نشده است. این توافق فقط به دنبال منافع حکومت و اطرافیان آن است. این توافق مردم ایران را به فراموشی سپرده است. این توافق یک توهین به شعور مردم ایران است. این توافق نشان دهنده این است که حکومت هیچ احترامی برای مردم قائل نیست. این توافق مردم ایران را به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف خود می‌بیند. مردم ایران شایسته بهترین ها هستند. مردم ایران حق زندگی در صلح و آرامش را دارند. مردم ایران حق دارند که در سرنوشت خودشان دخیل باشند. این توافق باید با توافقی جایگزین شود که در آن منافع مردم ایران در اولویت قرار گیرد. این توافق می توانست یک فرصت برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه باشد، اما حکومت ایران این فرصت را با گروگانگیری و باجگیری از بین می برد. این حکومت به جای همکاری با جامعه جهانی به دنبال ایجاد درگیری و تنش است. این توافق نشان دهنده ضعف و استیصال حکومت ایران است. این حکومت به جای حل مشکلات به دنبال فرار از آنهاست. مردم ایران اجازه نخواهند داد که این توافق سرنوشت آنها را تعیین کند. مردم ایران خواهان آینده‌ای بهتر برای خود و فرزندانشان هستند. این توافق یک نقطه عطف در تاریخ ایران است. این توافق نشان دهنده این است که مردم ایران دیگر حاضر به تحمل این وضعیت نیستند. مردم ایران خواهان تغییر هستند.
این توافق یک هشدار به جامعه جهانی است. این توافق نشان دهنده این است که حکومت ایران قابل اعتماد نیست. جامعه جهانی باید در برابر این توافق بایستد و از مردم ایران حمایت کند. این توافق یک بازی خطرناک است. این بازی میتواند منجر به فاجعه شود. حکومت ایران با این توافق خود را در مقابل مردم و جامعه جهانی قرار می‌دهد. این حکومت در حال از دست دادن آخرین فرصت‌های خود است. مردم ایران اجازه نخواهند داد که این توافق آینده آنها را تباه کند. مردم ایران خواهان آزادی، دموکراسی و رفاه هستند. این توافق یک نمایش مضحک است. این نمایش به پایان خود نزدیک است. مردم ایران منتظر پایان این نمایش هستند تا بتوانند آینده خود را بسازند. حکومت ایران به جای مذاکره با مردم با جامعه جهانی مذاکره می کند. این حکومت به جای شنیدن صدای مردم به دنبال شنیدن صدای خارجی هاست. این حکومت مردم را فراموش کرده است. این توافق یک توهین به ملت ایران است. این توافق نشان دهنده این است که حکومت هیچ احترامی برای مردم قائل نیست. این توافق مردم را به عنوان بازیچه خود می‌بیند. این توافق یک فرصت برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه است. اما حکومت ایران این فرصت را با گروگانگیری و باجگیری از بین می‌برد. مردم ایران شایسته احترام و کرامت هستند. مردم ایران حق دارند که در تصمیم‌گیری‌های کشورشان نقش داشته باشند. مردم ایران حق دارند که آینده خود را خودشان تعیین کنند. این توافق باید با توافقی جایگزین شود که در آن منافع مردم ایران در اولویت قرار گیرد. مردم ایران خواهان تغییر هستند.